بذار منطقی و عادلانه تر به این مسئله پاسخ بدیم. چند تا پرسش ازت دارم. یک، وقتی اسم پول رو میشنوی یادت چی میفتی؟ پول برای هر شخص یک مفهومه، یعنی هر شخصی از پول یک درک شخصی داره. خیلی ها وقتی اسم پول رو میشنون یاد بدبختی و نداشتنش میفتن، نه یاد حس خوب و ارزش آفرینش. پرسش بعدی مینه، چیا برات تو زندگی ارزش بودن که تو امروز نداری؟ تو هر چیزی که برات ارزش بوده یا به دست آوردی یا در مسیرشی. سوال از خودت بپرس، پول برات ارزش بوده در سطح ناخودآگاه که تو نداری؟ و سوال بعدی، آیا جهتت پوله یا هدفت پوله؟ اگر هدفت پول باشه اشتباه میکنی، اما اگر جهتت پول باشه یعنی ادامه بده. شاید بپرسی یعنی چی؟ یعنی مجموعه کارهایی که انجام میدی جهت تو رو برای پول به دست آوردن درست کرده، یا صرفاً هدفت خود پول است که میخوای به دست بیاری اما جهتت درست نیست. ساده تر بگم، انگار میخوای بری شمال وایسادی سمت خیابونی که میره به سمت جنوب. سوال بعدی اینه، اصلاً چرا باید تو پول داشته باشی؟ چرا رو بهش جواب نمیدیم؟ چرا خیلی از ماها جواب نمیدیم چرا من اصلا باید پول داشته باشم؟ تا زمانی که اینو نتونیم جواب بدیم باز نمیتونیم داشته باشیم. سوال بعدی اینه، اگه نداشته باشی چه اتفاقی تو زندگیت میفته؟ دوست من، پول برای خودت مشخص کن. پول برای تو یک نتیجه است یا یک وسیله؟ اگر برات نتیجه است تو دائما حرص و طمع و خشم رو خواهی داشت، اما اگر برات وسیله است برای رسیدن به یک هدف بالا، شک نکن اگر جهت و این وسیله یعنی پول با هم همخونی بکنن، هم به هدف میرسی هم به پول میرسی.